سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به M2. امروز قرار معرفی 5 تا فیلم سفر زمانی رو داشته باشیم که تقریبا کمتر دیده شدن، درسته؟ آره، و لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنید. فیلم‌های جذابی داریم. Let's go. خب مثل همیشه یه لیستی آماده کردی، درسته؟ آره، یه لیست طوفانی، جذاب، پرپیچ و خم، خیلی شدید علمی و تخیلی. خب راجع به سفر زمانی چی میخوای بگیم اولش، یا این کانسپت سفر در زمان در نظر تو چجوریه؟ ببین، سفر در زمان توی ژانر فیلم خیلی خفنه دیگه. یعنی اینجوریه که کلا چیزهای مربوط به سفر در زمان، حالا اون فیزیک کوانتوم، اثر پروانه‌ای، نمیدونم اینجور چیزا، وقتی قاطی میشه با سینما خیلی ژانر پرطرفداری هم هست دیگه. آره، این که سینما این حوزه رو آورده و فیلمش میکنه این موضوع رو خیلی جذابه. مثلا اگر این ماشین زمان یا سفر در زمان امکان داشت و وجود داشت، الان ما داشتیم 5 تا فیلم بر اساس واقعیت معرفی میکردیم در مورد سفر در زمان. آره، برمیگشتیم به پادکست قبلی. آره مثلا اینجور کارا میکردیم. مثلا اگر مثلا ماشین زمان اختراع شده باشه، مثلا شاید تا 10 سال دیگه مثلا از خودمون از اون در میومدیم تو میگفتیم آقا این موضوع مثلا واقعیت پیدا کرده. ولی خب این نظریه که میگن ماشین زمان اختراع نشده چون هنوز هیچ از آینده نیومده به زمان حال. آره، اگه اختراع شده بود حداقل یک نفر اومده بود دیگه. آره، توی سریال بیگ بنگ تئوری هم موضوعی رو مطرح میکنن دیگه. دو تا دانشمندا نشستن میگن که اوکی، اگر که ماشین زمان اختراع شده و ما مخترعش هستیم، 5 ثانیه دیگه از در میایم بیرون و 5 ثانیه صبر میکنم هیچ اتفاقی نمیفته و ناامید میشه از این قضیه. یکی از سکانس‌های جالب اون سریاله. خب بریم سراغ لیست. یه فیلم عجیب و غریب داریم به اسم کوهرنس. کوهرنس سال 2013، من نگاه میکنم به لیست، سال 2013 ساخته شده. یه فیلم تقریبا مستقل با بودجه $50,000 و چند تا نکته خیلی جالب داره که جلوتر بهش میپردازیم. اما داستان کلی میخوای توضیح بدی؟ داستان خب اولش خیلی ساده شروع میشه دیگه. یه مهمونی شام، 8 تا دوستن که دور هم جمع میشن و همون شب یه ستاره دنبال دار از توی آسمون داره رد میشه. آره، این ستاره رد میشه و که خب حالا نمیخوایم یه داستان رو اونقدر توضیح بدیم، ولی خب اینجوریه که این ستاره دنبال دار باعث میشه که دنیاهای موازی با هم قاطی بشن. یعنی این ستاره یه جوری دیوار بین دنیاهای موازی رو میشکونه. آره، وقتی اون ستاره رد میشه برقا میره و وقتی برقا میاد شما تقریبا شروع فیلم رو از اونجا داری دیگه. تمام اتفاق از اونجا میفته و هرچی هم بخوای توضیح بدی راجع به فیلم‌های سفر در زمانی و مثلا اسپویل کنی باز هم نمیشه، چون این کوهرنس خیلی باید دقت نگاش کنی. من خودم کوهرنس رو 3 بار دیدم. 3 بار یا 4 بار دیدم. دفعه اول که فیلم فوق‌العاده گیج کننده است. آره دیگه، فوق‌العاده گیج کننده است و تو همش دنبال اینی که شخصیت اصلی فیلم کدومه، کدوم شخصیت اون شخصیت اصلی است و کدوم کپی اون نیست. اصلا کلا فیلم اینجوریه که شما باید 2 بار 3 بار فیلم رو ببینی تا متوجه بشی. ولی خب در نهایت هم پایان فیلم یه جورایی بازه دیگه. اینجوریه که تو واقعا اون شخصیت اصلی رو نمیتونی پیدا بکنی. آره، این یه موضوع دیگه هم هست که این فیلمو خیلی سخت‌تر میکنه، این که فیلم فقط یک طرح اولیه داره و تمام دیالوگ ها و اتفاق هایی که مثلا بازیگر رقم میزنن بداهه هست. آره اینش خیلی من اینو نمیدونستم و بعد از که فیلمو دیدیم فهمیدم واسه همین باعث میشد که ریاکشن ها به اون اتفاقاتی که میفته کاملا واقعی باشه، انگار که اتفاق افتاده و اون جهان موازی شکل گرفته و گیجی
گیج بودن بازیگرا و شخصیت‌ها واقعا طبیعی در آره اومده. اینجوری بوده که کارگردان کلا فکر کنم فیلم 55 صفحه بیشتر فیلمنامه نداشته و به خاطر بودجه کمی که فیلم داشته بازیگر معروفی که نداره، نه اونقدر معروف نداره و اکثر بازیگرا همون دوست‌ها و عوامل فیلم هستن که بازی میکنن و اینجوریه که دیالوگا خیلی دیالوگای گرم و صمیمی به خاطر دوستی که بینشون بوده، این قضیهش خیلی خوب در اومده و برای فیلم برداری هم از یه دوربین کنون استفاده کردن. یه دوربین خیلی معمولی کنون DLSR و خیلی یه حس فیلم خونگی رو میده. آره دیگه یه محیط بسته رو داری، کلا دکور که کلا توی کلا سکانس خونه است دیگه. تمام خب. اتفاقات کلا فکر ما ایده اولیه هم از این فیلم نداشتیم، رفتیم و فیلمو دیدیم و دیدیم هی داره پیچیده تر میشه پیچیده‌تر میشه و فهمیدیم او یه فیلم سفر در زمانی عجیب و غریبی رو داریم میبینیم که اسمش هم انقدر برای ما ناشناخته بود که خیلی تعجب کردیم. یه سری چیزها هم میدونی که وسط فیلمنامه اضافه میشه. آره دیگه فکر کنم کارگردان زنگ رفیقاش زده گفته من 50000 تا دارم 50 تا صفحه هم دارم. آره یه فیلم بساز. اون جعبه‌های قرمز و آبی ایده بوده که به قدری گیج کننده بوده برای بازیگرها. اون جعبه قرمز و آبی اون که ببینن متوجه میشن. اون جعبه قرمز و آبی و اون رنگ‌ها وسط فیلم اضافه میشه که بازیگرها متوجه این قضیه بشن که الان دارن کدوم زمان رو بازی میکنن. دقیقاً مثل واقعا یه فیلمنامه در سطح فیلم‌های نولان رو داری ولی با بودجه کم. فکر می‌کنم توی نسخه چین فیلم اینسپشن اون خواب‌هایی که میره رو توی اون سینمای چین شماره گذاری میکردن، خب که اون بیننده گیج نشن، راحت باشه مفهومش. الان توی کدوم خواب. من اینجوری دوست ندارم که انقدر فیلمنامه به تو توضیح بده که داره چه اتفاقی میفته. دوست دارم خودم کشفش کنم اون داستان رو دیگه. واقعا میگم ما کوهرنس رو چندین بار دیدیم و تقریبا به یه ایده کلی راجبش رسیدیم. میدونی یه سوالی که من آخر کار ازش فهمیدم، مثلا ایده اصلی فکر کنم این بوده که اگر تو یک شخصیتی رو ببینی از خودت، یعنی خودت رو ببینی که بهتر از خودت زندگی کرده، با اون شخص چیکار میکنی؟ فهمی؟ تو مثلا یه زندگی داری و فکر میکنی اوکی این زندگی خیلی خوبه و یک ورژن از خودت میبینی که زندگی خیلی بهتری داره. چیزی که عکس العمل چیه وقتی که میبینی؟ این سوالم فکرم ته داستان به این سوال میرسی که واقعا واکنش چیه نسبت به اون موضوع چیه. چیزی دیگه برای اضافه کردن داریم؟ نه توی لیستم هم که چیزی نمیبینم. ولی آره تو طول داستان این موضوع هم خیلی قشنگه که چجور آدم‌ها نسبت به هم بی‌اعتماد میشن. میدونی؟ آره. این هم یه نکته برجسته است توی فیلم که اون پارادوکس و کلا اینجوریه که اون لحظه‌ای که به اصطلاح اون ستاره دنباله دار میاد اون دیوار دنیای موازی رو میشکونه، هر تصمیم کوچیکی که اون شخصیت‌ها میگیرن باعث به وجود اومدن یه دنیای دیگه میشه. آره. هر تصمیمشون مسیر رو عوض میکنه براشون. اینش قشنگه واقعا. حالا بعدی رو بگو. فیلم بعدی از یه فیلم خیلی پیچیده بیام روی فیلم خیلی ملایم عاشقانه خانوادگی به نام About Time. آره About Time خیلی دوست داشتنیه. About Time یه فیلم احساسی، عشقی و خانوادگی دیگه. آره دقیقاً. و خب خیلی علمی نیست، یعنی مثلا بحث علمی بودن اون سفر زمان توش مطرح نیست. اینجوری که یه پسری توی خانواده توی سن 21 سالگی تقریبا میشه بگی متوجه میشه که میتونه در زمان سفر کنه و این ارثیه که مردهای اون خانواده دارن. یکی از بهترین ارث‌های تاریخه که تو میتونی توی زمان سفر کنی و خب این میاد از این قضیه استفاده میکنه بیشتر برای زندگی روزمره است دیگه. آره دیگه. برای اینکه بتونه روابط خودش رو بهتر بکنه، بتونه توی یه جوری دل اون دختری که دوست داره رو به دست بیاره و خب یه سری کارا میکنه و خیلی ملوه، اما خب یه پایه‌بندی جالبی هم داره. کلا میخواد اینو نشون بده که حتی اگر که شما امکان سفر در زمان رو هم داشته باشی، نمیتونی به یه زندگی کامل برسی و ارزش اون لحظه هاست که مهمه. این هدف اصلی فیلم همینه از نظر من. البته آره فیلم اونقدر پیچیده نیست، یه داستان خیلی لاو استوری داره و اونقدر مثلا علمی تخیلی نیست. موقعیت‌های طنز خوبی داره اون سفر در زمان‌ها و
توی سفر زمانی ها ما خیلی فیلم سفر خیلی زمانی خیلی. که زیاد داریم. اباوت هم از اون فیلم های خیلی لایت دیگه. آره. ملایمه. دیدنش خالی از لطف نیست. نه. و من حس کردم چون کمتر شناخته شده آوردمش توی لیستمون. من خودم وقتی دیدم خیلی لذت بردم. آره. چون حس می‌کنم بیشتر به عنوان فیلم عاشقانه معرفی میشه، اما نه، سفر در زمان آره. یکی از بحث‌های اصلیشه. فیلم بعدی لوپر، ساخته رایان جانسن، سال 2000 و اگر یادم بیاد 2013 جوزف گوردن بازی کرده، بروس ویلیس بازی کرده. لوپر تقریبا فیلم معروفیه دیگه به خاطر بازیگرایی که داره. درست. بروس ویلیس کارگردان معروفی هم داره. آره کارگردان معروفی داره. یه مقدار فیلم اونم زیاد فیلم گیج کننده ای نیست دیگه، سفر زمانیاش اونقدرها گیج کننده نیست. درست. یه فیلم اکشن اخلاقی فلسفیه دیگه. آره به این فیلم، داستان فیلم توی سال 2044 سفر در زمان اختراع شده اما ممنوعه استفادهش و یک سری شخصیت‌های هستن به نام لوپه که خلافکارایی که در آینده یه سری قربانی‌ها رو می‌خوان از شرشون خلاص شن میفرستن به گذشته و این لوپرها وظیفه‌شون اینه که اون رو توی بعد از انتقال بکشن. و خب توی اون لباسای اون شخصا هم یه سری شمس میذارن به عنوان پولی که اینا دریافت میکنن و خب این لوپر که نسخه جوونه بروس ویلیس رو بازی میکنه چه گیریمی هم داره. بار اول اگه اسما رو نمیخوندم من که نشناختم و هی بخوام این کیه این کیه که تا یه جایی یه مقدار گیریمه، یه مقدار هم از سی جی آی استفاده شده که بتونن اون حس جوون و پیری رو القا کنن. یه جوری خواستن بروس ویلیس رو بسازن. و تو یکی از ارسال ها متوجه میشه اون شخصی که اومده نسخه آینده خودشه و درگیری از اونجا شروع میشه که داستان میرسه به یک نقطه‌ای که دیگه اخلاق و سفر در زمان قاطی میشه با هم دیگه، که باید تو یه تصمیم مهمی رو بگیره اون شخصیت. توی این فیلم اون نظریه اثر پروانه‌ای رو قشنگ نشون میده دیگه. تو هر تصمیمی که در گذشته میگیری روی آینده تو تاثیر میذاره دیگه. درست. این رو کامل نشون میده و اون شخصی هم که از آینده برمیگرده و با نسخه جوون خودش مواجه میشه میخواد بهش بفهمونه که یه سری تصمیم ها رو عوض کن چون در آینده یه داستان خیلی بدی در انتظارته. من توی این فیلم از یه جایی بعد واقعا طرف بروس بودم. یعنی فکر کردم اون موضوعی که داره پیگیریش میکنه و میخواد به اون شخص به گذشته خودش، جوانی خودش بفهمونه خیلی موضوع قشنگیه براش. ولی خب در فیلم اکشن خیلی خوبی هم داره. آره فیلم صحنه اکشن خوبی داره، فضا سازی اتمسفر خیلی قشنگی داره، آینده رو خوب در آوردن، گذشته خیلی فیلم بودجه بالایی داشته، ایده قشنگیه دیگه. یک داستان اکشنی رو داری که سفر در زمانی رو اومده تلفیق کرده باش و بعد دنیای آینده‌ای که نشون میده دنیاش خیلی شبیه فیلم بلید رانره. آره خیلی اعلام خوبی گرفته. یه دنیای خیلی تاریک، شهرهای نئونی، مخروبه ها، حس خیلی خوبی داره. یه جوری مثل آیندهش. آره دیگه همون فیلمی که گفتی ایده خوبی از اون گرفته ولی اومده این مقدار دوباره دنیا رو خرابتر و داغونتر نشون داده. خب فیلم بعدی یه بازیگر خیلی معروف داره، ایتن هاک، و فیلم پردستینیشن. پردستینیشن سوال اصلی فیلم اینه که اول مرغ بوده یا تخم مرغ دیگه. آره درسته. پردستینیشن سال 2014 میاد و راجع به پارادوکس زمان دیگه، یعنی این سوال مطرح میشه توش و نمیگم شاید این که بگم به این سوال جواب میده درست نباشه، اما سوال رو توی یک موقعیت دیگه مطرح میکنه و اینش خیلی قشنگه. خیلی پیچیده است. پردستینیشن یکی از فیلم‌های پیچیده سفر در زمانیه که تو باید دونه دونه شخصیت‌ها رو دنبال کنی، دیالوگ‌ها رو حتما باید بخونی و متوجهشون بشی. دو تا بازیگر خوب گفتم، ایتن هاک داره و یکی از بازیگرای سریال ساسکشن تو بازی کرده. فیلم مسئول استرالیاه. ببین ما زیاد نمیتونیم در رابطه با داستان فیلم توضیح بدیم چون خیلی اسپویله، یعنی بخوای هر جایش رو بگی
تقریبا داستان فیلم لو میره. البته خب اونم با توجه به اینکه بازیگر معروفی داره فیلم شناخته شده ای هست نسبت به بقیه فیلمایی که گفتیم. آره فیلم تقریبا شناخته شده ایه. آره اینجوریه که داستان حالا یه خورده میشه ازش گفت دیگه. یک مأموریه میاد به سال 1970 توی نیویورک میخواد جلوی یک بمبگذاری بزرگ رو بگیره. آره. و خب سکانس فیلم یه دونه کیف ویالون داره. آره فکر کن بری یه دونه کیف ویالون بخری و ببینی که حاجی این کیف میتونه تو رو در زمان سفر بده. یکی از عجیب ترین اختراعات بشر توی کیف ویالون آخه. میدونی حالا اینا انتخابای هنریه دیگه، اما خب خیلی جالبه. این پردستینیشن داره یه لوپ زمانی رو نشون میده دیگه. تو اینجوریه که من وقتی فیلمو دیدم دفعه اول، اینم از اون فیلماییه که من فکر کنم 3 بار 4 بار دیدم این فیلمو. اینجوریه که دفعه اول که دیدم خیلی برام گیج کننده بود. دفعه دوم که دیدم خیلی میگشتم دنبال این که ببینم نقطه شروع این داستان کجاست و واقعا هم اصلا نمیتونی متوجه این قضیه بشی که نقطه شروع کجاست. دقیقاً فیلم از کجا، یعنی این لوپی که این شخصیت اصلی فیلم توش قرار گرفته نقطه صفرش کجاست؟ اصلا نقطه صفر نداره. تو نمیتونی اون نقطه صفر رو پیدا کنی. تصویر اینه که یک ماری، یا اون چیزی که یه پوستر هم فهم کنم همچین چیزی بود اگه درست باشه، یک ماری که دور خودش رو میخوره دیگه. دقیقاً یعنی شد هیچ نقطه آغازی در اونجا نداره دیگه. آره. آغازو بذاری سر مار یا دم مار. و کلا خیلی این پارادوکس توش عجیبه. آره. یه جمله خیلی معروف هست که اول سریال دارک هم این جمله رو میگه. آره. فکر میکنم حالا اسم یوهانس کپلر یه همچین شخصیتی که ستاره شناس بوده، ریاضیدان بوده، میگه که زمان خطی نیست، گذشته و حال و آینده ممکنه به هم مرتبط باشن و حتی در بعضی مواقع در هم تنیده باشن. درسته. خیلی اگر که این جمله رو بتونید به تصویر بکشی، این جمله رو درکش کنی، آره. یه مقدار برات راحت بشه، چون ما ذهنمون همیشه زمان رو به صورت یک خط صاف میبینه دیگه. خب بعد این طرف میاد میگه که زمان خطی نیست، گذشته و حال و آینده با هم مرتبطن، در هم تنیده هستن. این جمله رو درک کنید، دیدن فیلم های سفر زمانی برات یه مقدار قابل درک میشه. اون دیگه اون دیدی که نسبت به زمانداری یه مقدار عوض میشه. آره دقیقاً. خود همین پردستینیشن بر اساس یه داستان کوتاهیه که همه شما زامبی ها بر اساس اونه دیگه، ایدهش از اونجا میاد. حالا خوندن اون داستان به درک این فیلم خیلی کمک میکنه. آره. اونم میتونم مطالعه کنم. حالا برعکس کوهرنس یک مقدار اون چند خطی بودن داستان رو نداره دیگه، یه مقدار تغییر زمانها رو تو راحت تر میتونی درک کنی نسبت به کوهرنس. اونم الهام گرفته از رویکرد فکری گربه شرودینگره دیگه. آره درسته دقیقاً. که میاد میگه که یه آزمایشی رو انجام میده، میاد یه گربه رو میذاره داخل یه جعبه و یه دستگاهی داخل اون جعبه است که یه گاز سمی رو آزاد میکنه و میاد میگه که تا وقتی که ما داریم از بیرون به جعبه نگاه میکنیم یه احتمال 50-50 وجود داره که آیا گربه زنده است یا مرده و ما تا زمانی که در جعبه رو باز نکردیم عملا یه گربه زنده داریم و یه گربه مرده، ولی وقتی که مشاهده میکنیم اون موقع متوجه میشیم که گربه مرده است یا زنده. آره. تقریبا شخصیت‌های فیلم کوهرنس هم همین جوری هن دیگه. آره. یعنی اون گربه هستن. آره. و خب میگم دوباره کوهرنس خیلی پیچیده از پردستینیشن. آره. پردستینیشن پیچیدگیش توی همون پارادوکسی که داره، میدونی همون سوالی که پرسیدی بازم، اینکه آیا اول مرغ بوده یا تخم مرغ. آره. و اینکه حالا توی فیلم اگه اول از خودتون پرسید که کدومشون اول بوده. آره. و خیلی قشنگه. یه پایان شاید یکی از شوک‌های بزرگ یه جواب طنزآمیز هم داره. اول خروس بوده. آره. اما میگم یکی از پایان‌های عجیب سینمایی برای من داشتین. خیلی من شوکه شدم و خیلی فیلم‌های اصغر فرهادی باز تقریبا. ببین باز بودنشون منظورم این نیست، پایانش اینه که تو
یک جدا از اینکه یک پایان شوکه کننده بهت میده، یک پایان فلسفی هم بهت میده. یک پاسخ فلسفی نسبت به کل اون فیلم تو از پایانش میگیری. یعنی کلا شروع، میانه و پایان خوبی پردستینیشن رو داری میگی دیگه. آره دقیقاً همینجوریه. و میرسیم سراغ قول مرحله. فیلم آخره؟ فیلم آخرمونه دیگه. آها. فیلم پرایمر. فیلم پرایمر رو شین کاروس ساخته. آره. سال 2004 یه فیلم مستقل با بودجه $5,000 $7,000 و بازیگر، کارگردان، تدوینگر و ساخت موسیقی متنش رو خودش دست گرفته و تمام این هزینه‌ها رو گذاشته تو جیب خودش. ولی دقیقاً این نشون میده که بودجه زیاد برای فیلم واقعا مهم نیست دیگه. مهم اینه که تو خلاقیت داشته باشی واقعا برای ساخت یه فیلم. داستان فیلم هم که اون هم شروع ساده‌ای داره دیگه. 2 مهندس برق توی گاراژ خودشون، تقریبا مثل استیو جابز و بیل گیتس و تمام مخترعای قدیمی، دارن یه آزمایشی انجام میدن، دیوایس‌هایی میسازن و به صورت تصادفی میرسن به این که ما یک ماشین زمان اختراع کردیم. و اوایل داستانم استفاده قشنگی میکنن، میرن توی بازار بورس رو نگاه میکنن، برمیگردن و بازی با زمان رو انجام میدن و پولدار میشن دیگه. اما کم کم دچار بی‌اعتمادی نسبت به هم میشن و یه سری اتفاقات خیلی عجیب، یه مقدار قاطی جریان میشه کاملا. اصلا ببین اگر که حتی بشینی و موقع حالا بار دهم هم خط داستانی رو بکشی برای خودت، باز هم متوجه میشی چه اتفاقی داره میفته. واقعا پیچیده است. ببین از اون فیلم هاییه که جزو اون دسته که به نظر من تنها فیلمیه که سفر زمانی رو به صورت واقعی نشون میده. یعنی میگه که اگر که یه روزی یه دستگاهی ساخته بشه که بتونی باش تو زمان سفر بکنی، دقیقاً همین چیزیه که من دارم به تو نشون میدم. آره این یکی از نکته قشنگشه و به جای اینکه بیاد اصطلاحات مثلا خیلی عامیانه راجع به سفر در زمان چی کنه، میاد از واژه‌های فیزیکی و علمی استفاده میکنه. میدونی اون دیالوگایی که بین دو تا مهندس میفته، تو اگه مثلا فیزیک نخونده باشی یا مثلا مهندس نخونده باشی کاملا متوجه میشی و خیلی فیلم سرده. میدونی تو هیچ ارتباطی با جهان فیلم نمیگیری. میدونی فیلم کاملا تو رو توی نقطه‌ای قرار میده که فقط مشاهده کنی. انگار یه مستند علمی راجع به ماشین زمان داری نگاه میکنی. خب این کارگردانش خودش هم مهندس نرم افزار بوده دیگه و فکر کنم ریاضی هم خونده توی دانشگاه. یه همچین چیزی بوده. خیلی خیلی فیلمنامه دقیقی نوشته. کریستوفر نولان هم ازش خیلی تحسین کرده فیلمو وقتی فیلمو دیده و به اصطلاح گفته که فیلم سفر زمانی علمیه توی سینما. درسته. و من شنیده بودم که یه سری از کارگردان ها موقعی که فیلمنامه هایی رو نوشته بودن برای سفر زمان ازش مشاوره گرفته بودن که آیا این فیلمنامه ما چقدر علمی شده. آره همین فیلم لوپری که معرفی کردیم، رایان جانسون فیلمنامه اولیه رو میفرسته برای کارگردان فیلم پرایمر و اون میگه آقا این چیه نوشتی؟ هیچ چیزی درست رعایت نکردی. خب و میاد اضافه میشه به عنوان مشاور فنی فیلم توی بحث سفر در زمانی و خب فیلم لوپر رو بهتر میکنه این موضوع سفر در زمانی شد. یه سایتی هم معرفی میکنن برای این قضیه که تو بتونی زمانها رو متوجه بشی. آره دقیقاً توضیح میده اون سایته که میدونی پیچیدگیش اینجوریه که چون همزمان فیلم داره چند تا زمان رو جلو میبره دیگه. درسته. یه خورده این قضیه به پیچیدگی فیلم رو زیاد کرده. آره تو از یک جایی گم میکنی که شخصیت اصلی که از اول دنبال میکردی کدومه. خب و این تایملاینی که تو داری پیش میری که تعداد شخصیت ها اونقدر زیاد میشه که الان میگن که واقعا یعنی اینجوریه که هنوز کسی نمیدونه که واقعا چند تا شخصیت اصلی توی فیلم وجود داشته. حالا فنایی که خیلی پیگیر این فیلم بودن اون سایتی که گفتی درست کردن، اومدن به اصطلاح تمام تایملاین ها رو نوشتن و هنوز هم تو دقیقاً نه که نتونی توضیح بدی فیلم، اما واقعا پیچیدگیش میشه راجبش بحث کرد که
در نهایت چه کدوم شخصیت ها بودن کدوم ها نبودن کدوم تایملاین چه زمانیه. یه سری نکته ها بهت میده که متوجه بشی در آخر که اون شخصیتی که تو الان همراهی شخصیتی بودی که اول فیلم دیدی، شاید شخصیتی که توی زمان ساخته شده اضافه شده. اما در کل ببین آره همونجوری که تو میگی فیلم اونقدر توضیح نمیده به نظر من، توضیح نمیده بهت که الان داره چه اتفاقی میفته و دیالوگ‌ها خیلی دیالوگ‌های عامیانه نیست، دیالوگاییه که آره دیگه کاملا بحث مهندسی پیش میاد. بحث مهندسیه و پایان فیلم هم یه پایان بازه دیگه، یعنی پایان رو باز میذاره که بیننده هم به این نتیجه برسه که دیگه واقعا دیگه زمان نابود شده دیگه. یعنی هیچ کاری نمیشه، خط زمانی دیگه نابود شده. اینا خودشون هم نمیدونن الان کدوم شخصیت اصلیه کدوم فرع خودشونه. اینا یه سکانس خیلی قشنگ داره، یه جایی هستن که دارن میرن یهو گوشیشون زنگ میخوره. دقیقاً می‌خواستم همین سکانس رو بگم. این سکانس رو من فوق‌العاده دوست دارم. موقعی که گوشیش زنگ میخوره، الان اسپویل که نیست، موقعی که گوشیش زنگ میخوره اون طرف میگه که الان توی همین ساعت اون ورژن ما اون هم داره گوشیش زنگ میخوره یا نه، یه همچین اتفاقی میفته. دقیقاً از اون نقطه است که فیلم برای من پیچیده میشه، گنگ میشه، پیچیده میشه. و اگه اون لحظه رو بتونی درک کنی و دنبال کنی خیلی درکش راحت تر میشه نسبت به حداقل فیلمو باید 3 بار ببین. من فیلمو برای خیلی‌ها گذاشتم، گفتم آقا فیلم خوب چی داری فلان داری، گذاشتم وسطاش بلند شدم گفتم آقا میشه یه فیلم دیگه بذاری. خیلی سخته، خیلی باید طرفدار دو آتیشه سفر زمانی باشی دیگه. 2-3 بار ببینی فیلمو. آره خیلی همیشه دوستم یه دانشمندی با یه دانشمند فیلمو ببینم. توضیح بده. میگم کلا فیلم های سفر زمانی چون از فیزیک کوانتوم اون نظریه هایی که وجود داره دیگه، نظریه اثر پروانه‌ای، نمیدونم همین گربه شرودینگر، از اینا که الهام گرفته میشن خیلی میدونید علمی تخیلی دیگه. یعنی علم با تخیل قاطی میشه و این ژانر رو خیلی جذابش میکنه. این حرفم شاید خیلی قلوب باشه ولی مثلا اونی که انیشتین یه فیلمنامه بنویسه در مورد سفر در زمان و نتیجه میشه فیلم پرایمر. انیشتین گفتی، انیشتین نظریه نسبیت خاصش یه داستان خیلی قشنگی داره که میخواد مثلا تقریبا به زبان خیلی ساده این داستان رو توضیح بده. میگه که تصور کنید که توی ماشین هستین و این ماشین به سرعتی نزدیک به سرعت نور داره میره در حرکت توی خیابون. میگه که زمان برای شما همون زمانه، یعنی اگه به ساعتتون نگاه بکنید دقیقا همون زمان داره براتون طی میشه. میگفت افرادی که توی خیابون، افرادی که توی پیاده رو هستن و ساکن هستن شما رو به صورت صحنه آهسته میبینن و زمان برای اونها کندتر پیش میره به نسبت زمان شما. خیلی ها فیلم اینترستالر دقیقا از این قضیه استفاده میکنه دیگه که هرچی نزدیک میشن به سیاه‌چاله زمان کندتر میشه. یا اون شخصیتی که اونجایی که سفر میکنن به اون به اصطلاح سیاره‌ای که روش آبه، وقتی برمیگردن 21 سال گذشته. من اونجا گریه کردم از حجم فشار که درک این قضیه مشکل بود. کاملا یهو کم گریه کردم. خود بازیگر فیلم میره تماس میگیره با دخترش و اشک میریزه. دختر 7 سالش الان نزدیک 30 سالشه. من نتونستم هضم کنم و مغزم هیچ راهی به جز گریه کردم پیدا نکرد تو اون لحظه. بعد تو ببین کریستوفر نولان خودش کسیه که اینترستالر رو ساخته و میاد فیلم پرایمر رو تحسین میکنه. آره درست. نمیدونم چرا ما همیشه مبنی میشه کریستوفر نولان توی کارگردانی. کریستوفر نولان خیلی فیلم روی این بحث زمان خیلی چیز میکنه دیگه. تنت هم هست دیگه. آره حالا میگم این ممنتو هم هست دیگه، اونم تقریبا آره دیگه زمان سفر نه ولی زمان توی این کلا بازی میشه. با زمان خیلی بازی میکنه. ولی حالا این فیلمامون رو توی پروژه بعدی ادامه میدیم، چند بخش دیگه اضافه میکنیم در آینده، چون فیلم خیلی زیاده. فیلم فیلم‌های کلاسیک زیاد داریم، فیلم‌های اکشن داریم، فیلم‌های متفاوتی توی این ژانر داریم که همشون هم قابل دیدن. من یه انیمه سفر زمانی هم دیدم که بهت گفتم موین این انیمه رو ببین. این انیمه سفر زمانی اشتانز گیت. اونم فکر میکنم خیلی مفاهیم سفر زمانی توش دقیق کار شده باشه. اشتانز گیت
اونم به نظر من خیلی علمیه، بخش تخیلیش کمتره، خیلی با مفاهیم علمی سر و کار داره و میاد تمام اون فیزیک کوانتوم، اثر پروانه‌ای فلان اینا همه رو تا جایی که راه داشته سعی کرده که رعایت کنه و انیمه بسیار قشنگیه. آره فکر میکنم که اون هم جایگاه ویژه‌ای داره توی فیلم سفر در زمانی. آره 100%. حالا به عنوان یه سریال انیمه‌ایه، اما خب آره. حالا به نظر خودت اگر یک بار حق داشتی توی زمان سفر کنی، گذشته رو انتخاب میکردی یا آینده؟ من آینده رو انتخاب میکردم. آینده برای جذاب‌تره. آره ببین گذشته اگه مثلا ببین من اگه میتونستم به گذشته سفر کنم میتونستم تا زمان تولد خودم برم دیگه. آره اگه بخوای یه سری قوانین رعایت کنی، نقطه صفر رو آره. قرار بدی، درست. اگه اینجوری بخوای حساب کنی خب من 100% آینده رو ببین انتخاب میکنم. همه این بحثا نظریه است دیگه. خب یه سری نظریه ها منطقی تره، یک سری ها میان حالا نمیخوایم بحث علمیش کنیم، اما حالا این چیزام تو میگی هست دیگه. ولی شاید ممکن باشه بتونی قبل‌تر هم بری. آره میدونی چی میگم؟ ولی در کل آینده رو انتخاب میکنم. برم ببینم آینده چه خبره، چه شکلیه، چه جوری شده. من به یک دلیل گذشته رو انتخاب میکنم. خب دلیلش هم خیلی شخصیه، فقط برگردم به تایمی که اتک آف تایتان رو ندیدم. آره اتک آن تایتان از ذهنت پاک بشه و دوباره ببینی. شاید برگردم مثلا سال 2008 و 9 موقعی که دیگه فیلم و سریال شروع کردم و تمام چیزهایی که دیدم و دوباره ببینم. یکی از دلایلی که دوست دارم به گذشته برم. ولی خب میتونی حافظتو پاک کنی، نمیتونی؟ اگر حافظم امکانش داشته باشه این کارو میکنم. یا من یه ضربه بزنم به سرت حافظت پاک بشه. من بچگی اینقدر زدی پاک نشده. اما خودت کدوم از فیلم‌ها رو بیشتر دوست داشتی؟ من پرایمر رو خیلی دوست دارم، پردستینیشن هم خیلی دوست دارم. آره من پردستینیشن واقعا کوهرنس هم خوبه اصلا. کلا این لیست همشون برای من فوق العاده جذابن و اینجوری بگم همشون رو شاید 3 بار دیده باشم. آره واقعا. ولی اگه بخوام یکی رو انتخاب کنم پرایمر. آره من خودم فقط به خاطر ایتان هاک و اون مفهومی که میرسونه آخر، اون فلسفه‌ای که توش خیلی بیشتر از بقیه فیلم‌ها دوست دارم. یه پیچش 10 دقیقه آخر فیلم پردستینیشن تو همه قضیه ها رو درک میکنی دیگه. یعنی چیزی به نشون داده میشه که تو اونجا جرقه میخوره که او داستان اینه. آره میگم یه شوک بزرگیه دیگه، یه شوک اخلاقی بهت وارد میشه. فهمی؟ آره. چیزی که لوپر بهت نشون میده اون شوک اخلاقی رو که شخصیت وقتی به این انتخاب میرسه چیکار میکنه، اما در اونجا تو میمونی که آیا اون شخصیت چی شد، چی کار کرد. میفهمی؟ اکثرشون هم پایان باز دارن دیگه. آره این بحث سفر در زمان و پارادوکس خیلی برای من جذاب میشه و اینشو خیلی دوست دارم. مرسی آقا. حرفی سخنی موند؟ نه فیلم ها رو ببینید، اگر دیدین نظرتون به ما بگین، اگرم که قراره ببینید بعد از دیدنتون بیاد به ما نظرتون رو بگین. دقیقاً. این لیست ما ادامه داره، منتظر بخش بعدیمون هم باشید. دمتون گرم. حمایت کنید بچه‌ها، سابسکرایب کنید، کامنت برامون بذارید، خیلی مخلصیم. دمت گرم. سفر در زمان خوبی داشته باشید. سفر در زمان خوبی داشته باشید. مرسی. بگو دیگه لایک. اینو من گفتم. آره بگو. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به M2. امروز قرار معرفی 5 تا فیلم سفر زمانی رو داشته باشیم که بر اساس داستان واقعیه. یه سوال درخواستی هم داریم. اگر میتونستید در زمان سفر کنی آیا بازم ازدواج میکردی؟ شات اپ